یه جوون 32 ساله 3 ماه پیش با موتور تصادف میکنه و فوت میکنه. نکته اینجاست، این پسر توی تراشکاری کار میکرد و به خاطر مشکلات مالی که براش پیش اومده بود نزدیک به 24 میلیون تومان قسط عقب افتاده داشت یا به دیگران بدهکار بود. همسر داشت یا یه فرزند 3 ساله که واقعا نمیتونست به خانواده خودش برسه و خیلی موضوع آزارش میداد. عجیب تر این که بعد از اینکه این پسر فوت میکنه، پدرش مثل آب خوردن تمام بدهکاریاشو پرداخت میکنه، تمام هزینه‌های بیمارستان رو میده، تمام هزینه‌های کفن و دفن و روز مرگش رو میده و نزدیک به 200 میلیون تومان هزینه میکنه. اما روزی که این پسر زنده بود حاضر نشد 25 میلیون تومان بدهیشو بده تا این بچه اون شب موقع برگشتن که شاید داشت به بدهی‌هاش فکر میکرد، به تلفنی که بانک براش میزد فکر میکرد، به لباس کهنه‌ای که تن بچه 3 سالش بود فکر میکرد، این اتفاق براش نمیافتاد. ببین اگه فرزندی داری، پسری داری، دختری داری، عروسی داری، دامادی داری که این بچه‌ها در مشکلات مالی هستند و چیزی نمیگن، این بچه‌ها تیغ زن نیستن، اینا آدم حسابی هستند. باید کمکشون کرد، باید نجاتشون داد. اگه فرزندی بعد از مرگ پدر و مادر تازه به رفاه مالی میرسه، این یعنی اون پدر و مادر دلرحمی نبود.